سلام، چطورین؟ من اومدم با اولین ریلز آموزشی پیجم که قرار شاخه‌های مرواریدی که امسال کلی ترند بوده رو به شما عزیزان آموزش بدم. امیدوارم که این آموزش براتون کاربردی باشه و بافت قشنگی بزنید. خب همونطور که میبینی این بافت مواد مصرفی کمی داره، تو همه خونه ها هست، مثل نخ و سوزن، شونه دنباری، کش چلگیس و مروارید. من مروارید سفید رو انتخاب کردم چون کلی طرفدار داره، ولی شما میتونید از مرواریدهای رنگی که با لباساتون ست میشه استفاده کنید. همونطور که میبینین اول فرا مشتری باز کرده و قسمتی که میخوایم بافت بزنین رو جدا میکنین. یه بافت ستایی از زیر میزنین تا انتها و انتهاشو با کش فیکس میکنین. بعد میریم سراغ نخ و سوزن. نخمون رو به اندازه بافتمون جدا کرده و انتهاشو گره میزنیم و یه مروارید ازش رد میکنیم. و اول فیکس مروارید انجام میدیم. بعد از جایی که دوست داریم مروارید شروع بشه شروع به دوختن میکنیم و سوزن رو از بین بافت‌ها به فاصله هایی که دوست دارین رد میکنیم و مروارید رو وصل میکنیم. طبق ویدیو انجام بدیم تا انتها و در آخر انتهای مروارید رو با بافتمون فیکس میکنیم و بعد از گره انتهای نخ رو میسوزونیم که کور بشه و در آخر این بافت خوشگل رو تحویل میگیرین. امیدوارم خوشتون اومده باشه و با لایک و کامنتاتون ازمون حمایت کنین.